کولی بایکال. این کول یکی از بهترین کولها در دنیا است. این کول در آسیا جای دارد، در کشور روسیه. این کولی با حشمت در جنوب سیبیر و شمال مغولستان جای دارد. کولی بایکال از کجا به وجود آمد؟ این کول از یک دره به وجود آمد که پر از آب شد و کولی بایکال را تشکیل کرد. این آبها از کجا آمدند؟ از چندین رودها به هم آمدند، بایکال را تشکیل دادند. مساحت این کول 35,000 کیلومتر است، برابر با کشور بلژیک در اروپا. آب این کول شیرین است. این کول 25 میلیون سال قبل پیدا شده است با این دره. در نتیجه زلزله یا زلزله ها این کول به وجود آمده است و هر سال 4 میلیمتر پهن می شود، یعنی کلان می شود. در زمستان سطح بالای آب این کول یخ می بندد که یخی آن تا 1.5 متر قفس می شود. حتی ماشین هم از بالای آن می گذرد. آب این کول چنان تازه است که هنگام یخ کردنش زیر آن را می توانیم بی یگان مشکلی بینیم. در گرد و اطراف این کول 40 روستای کم جمعیت وجود دارد. آنها اهالی بومی این منطقه اند که گذشتگان آنها به مغول ها رفته می رسند. از بایگری های طبیعی گوییم اطراف این کول از نفت و گاز بای است، ولی کشور روسیه از آن استفاده نمی برد، زیرا 20% آبهای شیرین دنیا در این کول است. آنها نمی خواهند این را از دست بدهند با کندن چاه‌ها و کشیدن نفت و گاز. گرمی زمین به این کول هم تاثیر کرده است. در گذشته تا 7-8 درجه در تابستان گرم می شد. حالا تا 16 درجه گرم می شود.